و یه نقطه رو فیکس بکنید و از اون نقطه شروع بکنید انتگرال گرفتن، حالا در یک جهتی یا در جهت مثبت، مثلا نقطه‌ای که فیکس کردید در جهت منفی که فیکس کردید، چیزی که میگیرید یک تابعیه که پیوسته است علاوه بر مشتق پذیره و مشتقش هم همین تابعی که بود ازش انتگرال میگرفتید. در حالت کلی هم قبلا یعنی یک صورت دیگه ای هم داشت، اون بود که به حال معروف هر تابعی که دوباره از یک بازی روی اعداد حقیقی تعریف شده باشه و از طرف دیگه دوباره به R بره، دوباره اون هم اگه پیوسته باشه دوباره واسه تابع مشتق پذیری وجود داره، یعنی پاد مشتقی براش وجود داره که مشتق اون پاد مشتقه که حالا هر نقطه‌ای که در نظر بگیر برای میشه تابع f ما که اینجا نوشته شده. اما خب حالا این اگر آشنایی داشته باشید با یه مفهومایی مثل چیزهایی که فرم‌های دیفرانسیلی یا چیزهای شبیه اون که احتمالاً توی آنالیز دیفرانسیلی چیز دیده باشید، اینه که خب در واقع ما برای اینکه بخوایم یک خوانش به قول معروف روانتری از یا دقیق تری از این قضیه اساسی حساب دیفرانسیل انتگرال داشته باشیم، اینه که وقتی که ما داریم صحبت میکنیم از یک از یک f از آب، مثلا از یک بازه از آب به R که میگیم پیوسته است، در واقع به نوعی داریم یک فرم دیفرانسیلی رو داریم با مقادیر حقیقی روی بازه A و B و از بازه بسته آب مشخص میکنیم. در واقع اون fx ما که یعنی مقدار f تو نقطه x در واقع ضریب این فرم دیفرانسیلی ما که دیگه x است و چیزی که داریم میپرسیم در واقع اینه که حالا یه منیفولدی داریم که شکل ما خیلی ساده است، وقتی خیلی در اون کیس یک بعدی خیلی ساده است، یه بازه بسته است، حالا بازه بسته بازه فرقی نداره و ما سوالی که میپرسیم اینه که میگیم که آیا یک تابع اینجا یک صفر فرم دیفرانسیلی وجود داره که دیفرانسیل اون، یعنی اون عملگر دیفرانسیل ما که روی اون تابع صفر فرم دیفرانسیلمون اثر کنه، این f ما رو بهمون بده. و اگه باز هم بخوایم دقیق تر کنیم اینه که توی اونجا f توی حالت یک بعدی ما f(x) فرم دیفرانسیل بسته است و همزمان ما سوال میپرسیم که آیا دقیق هم هست، که همواره تقریبا جواب میگیریم که دقیق هم هست این فرمی که داریم باش کار میکنیم. اگه که بخوایم یک جور نگاه کنیم، یک جور تعمیم رو به این ماجرا به تو همین حالت یک بعدی، اینه که ما یک مفهومی داریم توی هندسه خمینه ها، توی دیفرنشیال جیومتری، هندسه دیفرانسیل، که در واقع اینه که این یک فرم ما علل خصوص و به ویژه چه ویژگی داره؟ اینه که مقادیر اون توی جبر لی گروه لی آره. یعنی چی گروه لی؟ هم حالا تعریفش رو پایین تر میبینیم، احتمالاً اسمن ممکنه خیلیاتون بدونید چیه. و خب ما قراره که روی چنین تعمیمی از قضیه حساب دیفرانسیل و انتگرال کار کنیم، یعنی بیایم به جای اینکه ببینیم fمون داره توی اعداد حقیقی مقدارش تغییر میکنه یا دقیق تر اعداد حقیقی اینجا به عنوان جبر لی اعداد حقیقی گرفتن، در واقع به جای فرم دیفرانسیلی در نظر بگیریم با مقادیری که توی جبر لی اون گروه لی که ما مد نظرمون هست تغییر بکنه، میتونیم یه جور پریمیتیو واسش پیدا بکنیم، یه جور تابع اولیه براش پیدا بکنیم و هدف اینه که ببینیم که چه زمانی راجع به این، یعنی میتونیم آیا هم مثل همیشه است، آیا من همواره میتونم با همین تعمیمی که دادم، در واقع با همین تعمیمی که به فرم دیفرانسیلی دادم میتونم همواره یه تابع اولیه تعریف کنم. حالا با تعبیری که ما از تابع اولیه داریم، واقعا یک چیز کانونیکی رو باید به یک فرم کانونیکی باید به گروه لی نسبت بدیم، یک فرم دیفرانسیل کانونیکی رو باید نسبت بدیم. حالا با استفاده از اون منظور رو تعبیر کنیم که تابع اولیه داشتن یعنی چی. خب پس بذارین که قبل از اینکه من جلوتر برم یه سری تعریف خیلی ساده رو فقط مرور بکنم که اسمش براتون آشنا باشه و که در طول این مسیر ازش استفاده میکنم میگمشون.
اولین چیزی که میگم، البته من خمینه رو چون فرض گرفتم همونجوری که گفته بودم، خب گروه لی رو میگم. خواهی میکنم که صدای حاجی رو شنیدید. نکته اینه که خب گروه لی چیه؟ شما اگه یک خمینه‌ای داشته باشید که هموار هم باشه و یه ساختار گروهی داشته باشه که ساختار گروهی همیشه دو تا عمل داره دیگه، یک ضرب کردن و یک اینورس گرفتن، و این دو تا عمل شما هم یک جوری عمل‌های همواری باشن که یعنی اگه ضرب رو در نظر بگیرم من عمل ضربمو بیام اینجوری در نظر بگیرم، از جی ضرب در جی به جی، خب جی گروه لی باشه یعنی عمل ضربمو باید هموار باشه. جی ساختار هموار داره، جی ضرب در جی ساختار هموار داره و خلاصه این عملمون باید مشتق پذیر باشه به نوعی. یه عمل دیگه ای هم داره طبیعتا هر گروهی، اونم اینورس گرفتنه. حالا من اینورس رو با آی نشون میدم. اینورس از جی رو خیلی دیدید. اولیش که همین عدد حقیقی با جمع. بعد الان چی؟ الان فریزه؟ اوکی. خب آخرین چیزی که چون من فکر میکنم شیر کردم باهاتون، درست میگم؟ اوکی. باشه، قبوله. یه لحظه بس اسکرینم رو قطع کنم. اسکرین من قطع شد دیگه، درسته؟ من پرسش مایل به پخش صدا هست. الان دارید؟ حرکت هم میکنه. خب خوبه. خب داشتم میگفتم دیگه، خب گروه لی چی بود؟ از این جهت اینو گفتم. خب گفتم مثالش هم قطعا دیدید شما. طبیعی آر با عمل جمع گروه لیه، جمع کردن عمل پیوسته و مشتق پذیر همواره. آر ان به عنوان فضای برداری میبینید اینجا، به عنوان عمل جمعی آر ان رو ببینید، جمع بردارا رو ببینید، بازم اون یه گروه لیه. آر پلاس و ضرب، سی و جمع، سی استار که منظور سی منهای صفر و ضرب طبیعتا دایره خودمون یعنی عمل دوران ها و ضرب معمول، یعنی ضرب معمولش که همون چرخیدن دور دایره است، دوران دادنه. و حالا ماتریس ها و جمع. خلاص یه عالم مثال هست، از یعنی اسم عجیب غریب داره ولی تعداد خوبی مثال ازش احتمالاً دیدید. جی ال ان على خصوص که خب معمولا چیز خیلی مهمیه حالا توی بررسی خمینه ها و حالا تو چنین کارهای جی ال ان هم که گروه ماتریس های وارون پذیر از بود این دیگه، ان در واقع هست. و خب حالا یه چیز دیگر رو تعریف کنیم. اولین بود یکی این بود که اوکی، حالا ببینیم که اگه گروه لی تعریفش اینه، جبر لی تعریفش چیه. شما اگه بدونید اینه که خب هر خمینه‌ای که داشته باشید، هر خمینه‌ای که حداقل یک مرتبه همواری داشته باشد، شما میتونید راجع به یک در هر نقطه راجع به یک فضایی صحبت کنید به اسم فضای مماس. فضای مماس چه جور فضاییه؟ حالا همونجوری که احتمالاً بعضیاتون میدونید، فضای مماس که وابسته به نقطه است، در واقع به نوعی یک راهی به ما میده برای تعریف مشتق، در تعریف مشتق یک تابع اول از همه، و در حالا مرحله بعدی یک جور ریالیزیشن در واقع بردارها توی نقطه است. چون ما آر ان به طور طبیعی انگار تو هر نقطه میتونید بردار داشته باشید که بهش چسبیده، اگه دیده باشید با یه خط نشون میدید. ولی خب واسه یک خمینه ابسترکت شما چنین چیزی ندارید و مجبورید یعنی
در واقع یک جورایی با الهام از اون ماجرا، البته طبیعی هست ولی با الهام از اون ماجرا یک چنین فضایی رو تعریف کنید. حالا نکته اینه که توی یک گروه لی اصولاً با فضای مماس، یعنی فضای برداری چسبیده‌ای که به نقطه آیدنتیتی یا نقطه همانی یک گروه لی چسبیده، بهش میگن جبر لی. اون نقطه جبر لی یعنی خب این که فقط فعلا فضای برداریه، هیچ عمل ضربی این وسط روش تعریف نشده که بخواید ببینید که چرا بهش میگن جبر. اگه بدونید که جبر یعنی اصولاً یک فضای برداری با یک عمل اسوسییتیوی، یک عمل در واقع حلقه‌ای حالا روی گروه آبلی زمینش. خب داشتم میگم خب جبرلی چنین چیزیه و حالا یکی از دلایل اهمیتش اینه که البته این خیلی دلیل اهمیت نمیتونم بگم واقعا مهمی هست، ولی خب یعنی در واقع فضای مماس تو هر نقطه‌ای میشه در واقع گفت یه جورایی انگار یک انتقال موازی از فضای مماس تو نقطه آیدنتیتی به اون نقطه توی گروه لیتون. یعنی این خاصیت همه مانیفولد ها ندارن که شما یک جوری بتونید یک جوری به نوعی موازی و خیلی هموار فضای مماس از یک نقطه انتقال بدید به یک نقطه دیگه. ولی خب حالا این یکم چیز کردم، یکم حرفم ممکنه که ایراد داشته باشه، ولی شهوداً منظور اینه، یعنی یک جورای موازی همه فضاهای مماس. و حالا یک فضای حالا نکته بعدی هم اینه که و حالا چرا جبر لیه، یعنی اون چرا یک جبر هست، اون فضای برداری وابسته به نقطه آیدنتیتی توی گروه لی. اونم به خاطر اینه که شما یک عملی دارید، اگر اینا دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، شما یک عملی دارید روی هر خمینه‌ای و اینجوریه که دو تا وکتور فیلد اگه بهش بدید میتونید براکت دو تا وکتور فیلد رو تعریف کنید. براکت لی حالا دو تا وکتور فیلد رو میتونید تعریف کنید و براکت لی دو تا وکتور فیلد میتونید خب تو هر نقطه بعدش بهتون یه وکتور فیلد تحویل میده و مقدارش رو میتونید تو هر نقطه محاسبه کنید. پس اگه من دو تا وکتور فیلد داشته باشم روی گروه لیم، یعنی در واقع دو تا وکتور فیلد داشته باشم روی گروه لیم و مقدارش رو تو آیدنتیتی نگاه کنم، میاد اون دو تا مقدار حاصل اون براکت لی و تو اون دو تا وکتور فیلد رو تو نقطه آیدنتیتی مثلا به من نشون میده. و خب حالا این عمل براکت رو ما اینجا بود، حالا من اینجا دو تا وکتور فیلد من میگیرم x و y که روی همین هم باشه یا حالا اینجا روی گروه لیم به طور خواستم و این به من یه وکتور فیلد z میده. اگه من بیام حالا اگه بیام چه کاری انجام بدم، اگه بیام که x و y رو که هست نقطه آیدنتیتی محاسبه کنم، یه عضوی میگیرم حالا توی فضای مماس آیدنتیتی و خب نکته اینه که من میتونم حالا به ازای هر برداری هم که جالب‌تر اینه شما به ازای هر دو تا برداری هم که توی یا به ازای در واقع به ازای هر برداری که شما توی فضای مماس آیدنتیتی یه گروه لیتون بگیرید، میتونید این بردار رو اکستند کنید با یه انتقال، با یه ضرب، با یک انتقال به نقاط مختلف میتونید اکستند کنید به یک وکتور فیلد و اینجوری میتونید پس واسهش یه جوری در واقع حالا اون وکتور فیلد هم یکتاه و اینجوری میتونید واسهش این عمل براکت رو، یعنی براکت دو تا بردار رو تعریف کنید. و خب براکت دو تا بردار یعنی در واقع این عملی که اینجا تعریف میشه اگه بدونید یک یک اتحاد خیلی مهمی هم صدق میکنه، اونم اتحاد ژاکوبیه که میگه که اگه اینا المنت های از جبر لیتون یعنی چند تا بردارن، میگه اگه ضرب دو تاییشون رو بعد با یه ضرب سه تایی بگیری و اینو یه جایگشت بدی، یه جایگشت دوری بدی، جمع همه اینا در آخر میشه بردار صفتتون. و به علاوه این که حالا این عمل اوکی
این عمل وکتور فیلد شما، این عمل براکت لی آنتی کامیوتیتیو، یعنی اگه من بهش دو تا بردار G1 و G2 بدم، اگه جاشون عوض کنم میشه دید که هست منفی G2 G1 با این عملی که روی جبرلی دارید به علاوه فضای برداری با این عملی که به فضای مماس نقطه آیدنتیتی دارید و این فضای برداری رو کلا با این عمله بهش میگیم جبرلی وابسته به گروه لی مثلا جی، که حالا معمولا هم با یه جیه. من کالیگرافیک میخواستم بذارم چه کوچیک کالیگرافیک، ولی خیلی موفق نبودم. معمولا هم اینجوری نمایشش میدم. حالا یه تعریفی بدم که قبل از همه ما فرم دیفرانسیلی رو چی تعریف میکنیم. یه فرم دیفرانسیلی یا یک فرم به طور دقیق دیفرانسیلی ما چی تعریف میکنیم، اونم این هستش که خب شما اگه یک فضای برداری دلخواه داشته باشید و این یه خمینه باشه، یک فرم در واقع یک فضایی دارید به اسم تانژانت کلاف بردار کلاف مماس روی خمینتون، که در واقع یک جورایی اومدید به یک نحو خوبی همه این فضاهای مماس نقاط مختلف رو با هم چسبوندید. یک تابعیه مثل آلفا از این کلاف مماس به فضای برداری وی، به طوری که آلفا اول از همه تابع همواره و دومی که اگه برید آلفا رو تهدید کنید به هر کدوم از فایبرهای این کلاف مماس، یعنی به هر کدوم از این فضا مماس‌های منیفولد، به وی یه تابع خطی میگیرید. به این میگن حالا یک فرم دیفرانسیلی. من از این بگذرم و برم بگم که حالا تو کانتکست ما که میخوایم ترمیم بدیم روی جبرلی چجوری در واقع چه منظورم از مشتق داشتن در واقع پاد مشتق داشتن یک فرم منظورمون چیه. خب بیاین نگاه کنید که روی گروهلی یک فرم خیلی کانونیکال میشه تعریف کرد. یعنی یک فرمی میشه تعریف کرد که حالا یک فرم یکتاییه که به داخل جبرلی گروهلیتون میره و نسبت به عمل ضرب در چپ نسبت به یک المنت اینوریانت. و اونم اینه که شما بیاید گروهلیتون در نظر بگیرید. اگه یه دونه عضو دلخواهش مثل جی رو در نظر بگیرید، یه الجی رو تعریف کنید که x رو ببره به جی ضرب در x، یعنی اینکه ضرب از چپ یه عضوی از جی رو در x ضرب کنید. در این صورت حالا این الجی رو میتونید ببینید که همواره، یعنی دیفومورفیسم و همواره و علاوه خصوص هر نقطه از فضای مماس مثلا جی به آیدنتیتی با الجی منفی 1، یعنی با وارون الجی شما میتونید یه مشتق تابع وارون الجی شما میتونید یه دیفومورفیسم داشته باشید از اون تی جی، یعنی از فضای مماس نقطه جی به داخل فضای مماس آیدنتیتی همون جبرلیت، که اونم چجوری عمل میکنه خیلی ساده است. میگه که البته من اینجا بد نوشتم، باید درستش کنم، ولی میگه که بیاید وی تو گسترش بده، در واقع بیا یه وی رو بگیر گسترش بده به یه وکتور فیلد در سرتاسر منیفولد، در سرتاسر گروه لیف، به طوری که نسبت به عمل ضرب چپ اینوریانت باشه و یعنی وی جی رو ببر به معادلا، یعنی وی جی رو ببر به ال جی منفی 1 مشتقش اصل مشتق ال جی منفی 1 روی وی جی که میفته داخل میفته داخل جبرلیتون. یعنی چی دقیق ترش رو بخوام بهتون بگم اینه که بذارید اینجوری نگاه کنید. مثلا فرض کنید این گروه لی شماست، مثلا این جیه، اینجا شما یک فضای مماس دارید و اینجا یه برداری دارید.
اینجا هم فرض کنید که نقطه آیدنتیتی رو من فضای ماماس حالا به نوعی چسبوندم. این نقطه جیه، این هم مثلا بردار وی جیه. جوری که شما تعریف میکنید فرم مورر کارتان رو که اگه ببینید میفهمید یک فرم دیفرانسیل با مقادیر داخل جبر لی گروهتونه که همین جی کوچیک هست، یعنی این کالیگرافیک. حالا اونم اینه که میاد تنها کاری که انجام میده میاد LG منفی یک رو میگیره، این دیفامورفیسم رو میگیره، مشتقش رو تو نقطه جی نگاه میکنه و وی جی رو تحت اون روی اون اثر، یعنی روی وی جی اثر میده و یه عضوی میگیره داخل جبرلی شما، یه بردار میگیره داخل جبرلی شما. خب این فرم رو بهش میگن فرم مورر کارتان. مورر کارتان بیشتر از اینها، یعنی فکر میکنم حالا موتیویشن های دیگه هم داشته تعریفش، که از جمله اینه که یک راهی برای عمیقاً یکی از اصلی ترینش هم همینه که دارید اینجا یک راهی برای مشتق گرفتن از فرم های جی ولیوده، یعنی یک راهی واسه تعریف مشتق گرفتن از فرم های جی ولیوده با مقادیر داخل لی جبر لیه، یک گروه لیه. و خب حالا یه چیزی تعریف کنم به اسم مشتق داربو. مشتق داربو در واقع همون بدن همین مشتقاتی که ما داریم میگیریم. و اونم اینه که اگه یه افی داشته باشید از داخل ام، یه خمینه دلخواه که میره به داخل یه منیفولد، به داخل یه گروه لی مثل جی، یه تابع همواری باشه و اگه فرض کنید که اومگا یک فرم دیفرانسیل با مقادیر با جی ولیود باشه روی گروه لیتون، اون وقت پولبک یا پسکشی این فرمتون، پسکشی یک فرمتون رو تحت تابع F بهش میگن مشتق داربو F نسبت فرم اومگا. ما توی اینجا در حالت خاص کلا مشتق فرم اومگامون رو همیشه فرم مورر کارتان میگیریم که مورر کارتان هم ما همیشه با چیز کانونیکیه و این چیز تقریبا یکتاییه و ما برای هر گروه لی با اومگا جی نمایشش میدم، فرم مورر کارتان رو وابسته به اون. و اینو حالا اینم که پول بک، با پول بک که اگه پول بک هم بدونید، کاری که پول بک میکنه اینه که در واقع شما اگر اینجا یه خمینه داشته باشید، اینجا هم جی رو داشته باشید، کاری که میکنه اینه که برای اینکه بخواد این فرمل رو در واقع بیاره یک جورایی روی منیفولد امتون تعریف کنه و اگه بینم یه تابع هم فرم صفر داشته باشید، اینجا وقتی وی میگیره میاد تو، حالا وی هم تو نقطه ایکس باشه، میاد ایکس یعنی مشتق اف رو تو نقطه ایکس روی بردار وی اثر میده و میاد اومگا رو روش نگاه میکنه. این میشه کاری که پول بک کردن انجام میده. حالا اینجا اومگا جی که مورر کارتان میشه. یه مشاهده‌ای که میتونید بکنید اینه که مورر کارتان وقتی جی رو بذارید عدد حقیقی، همون دی ایکس خودمونه، همون فرم دی ایکسیه که نسبت پارامتریزیشن ساده معمولی که همیشه داریم و فرم دی ایکسی که داریم. میتونید ببینید که حالا این پایین هم نوشته شده که فرم مورر کارتان در واقع همون دی ایکس خودمونه روی اعداد حقیقی. و وقتی هم که ما داریم مشتق یه تابعی و یه افی رو حساب میکنیم، در واقع این داریم یه اف داشته باشیم، ببخشید اگه یه اف داشته باشیم که اینجا قضیه اساسی حسابان، در واقع چیزی که در واقع میگه اینجا یه افی دارید از R به دوباره گروه لی، اینجا R، اینجا همینمون هم آره، گروه لیمون هم آره. و سوالی که پرسیده میشه واسه اینه که آیا این اف وجود داره به طوری که من این تابع پیوسته اف رو داشته باشم که پول بک فرم مورر کارتان که اینجا دی ایکسه با یه تابعی مثل اف بزرگ باشه که بشه اف ایکس دی ایکس، یا معادلاً وقتی پول بک میگید یعنی افی وجود داره که مشتقش، وقتی پول بک میگید آقا مشتق از فرم میاد بیرون، آیا افی وجود داره که اف پریم بزرگی وجود داره که اف پریم ایکس مساوی با اف ایکس باشه. و حالا این پس یعنی
فرمالیسمی که با مورر کارتان میشه داد راجع به قضیه اساسی حساب دیفرانسیل اینجوریه. بریم حالا سراغ این که چجوری میتونیم این دفعه یه گروه لیست فیکس میکنیم، از این به بعد یه خمینه هم بند فیکس میکنیم و یه آلفا رو یک فرم دیفرانسیلی میگیریم داخل جبر لی چی. حالا سوالی که میخوایم بپرسیم اینه که آیا تابع اف این بار از خمینه به داخل گروه لی وجود داره که پولبک فرم مونر کارتان تحت این تابع اف بشه این یک فرم دیفرانسیلی ما، یعنی به نوعی آیا آلفا تابع اولیه دارد؟ به این سوال جواب بدیم. اگه البته من اینا رو باز برای شما فیکس، یعنی اینو دیگه توضیح نمیدم این بقیه‌اش رو راجع به این جزئیاتی که چجوری میشه نوشت و صرفا دونستن قضیه است. نکته اینه که فرم مونر کارتان یک معادله خیلی کانونیکا، یک معادله خیلی بنیادینی داره که در اونش صدق میکنه که خب شما اگه اون فرم اگه بخواید ببینید، اونم معادله‌ای که دوست صدق میکنه اینه که اگه شما به این نمادها خیلی دیگه توجهی نکنید، یعنی اونایی که احتمالاً متوجه میشن که خب توجه کنن، ولی اونهایی که خیلی آشنایی ندارن باشی ولی نداره صرفا گفتنش، یعنی که اگه بیاد یک فرم رو ازش دیفرانسیل بگید و یه دو فرم داشته باشید، اون دو فرم رو اگه بیاید روی وکتور فیلدهای دلخواهی روی خمینتون روی گروه لیتون نگاه بکنید و بعد از یه طرف دیگه بیاید جمع بکنید و به راکت لی اون عمل تصویر مورر کارتان نسبت به وکتور فیلدتون، اون وقت چیزی که خواهید گرفت اینه که این جمع برابر با صفر خواهد شد. البته من اینجا این رو حواستون باشه لفت اینوریانت میذارم، ولی این یعنی نسبت به یعنی وکتور فیلدایی میگیرم که اول از همه لفت اینوریانت باشن، این نسبت به عمل ضرب از چپ در یک المنتی از گروه لیتون ناوردا باشن که این معنی داشته باشه اینجا وقتی وکتور فیلد میگیرم. و به این میگن معادله ساختاری فرم مورر کارتان، یا نمیدونم شاید هم مورر کارتان ایکویشن اصلا بهش بگن توی یه جاهای دیگه ای، ولی میگن معادله ساختاری ما بهش میگن structural. خیلی خوب. حالا پس چیزی که میدونیم این بود که پس مورر کارتان فرم مورر کارتان روی گروه لی همیشه تو این خاصیت صدق میکنه که بهش میگن معادله ساختاری. حالا بیا نگاه کنیم که اگه گروهتون آبلی باشه این چه معنی میده، یعنی مثلا اعداد حقیقی باشه. نتیجه‌ای که خواهید گرفت اگر وقتی که گروهتون آبلی باشه، تنها نتیجه‌ای که خواهید گرفت حالا خصوص مثلا در حالت R یا RN اینه که فقط دیفرانسیل فرم مورر کارتانتون روی اون گروه لی باید مساوی صفر باشه، یعنی براکتون حالت حذف میشه و تنها چیزی که میمونه اینه که باید نشون یعنی تنها چیزی که میمونه که این معادله ساختاری فقط در این صدق میکنه که یک فرم بسته است، همون چیزی که در حالت یک بعدی دیده بودید. و حالا سوالی که میشه پرسید اینه که اگه شما یه فرم با مقادیر داخل جمع مثل آلفا داشته باشید با مقادیری، یعنی آلفا یک فرمی باشه آلفا یک فرمی باشه از همین خمینتون تانژانت باندل خمینتون کلاف مماس خمینتون به داخل جبر لی جی، و اگه این برابر باشه به این آلفای شما
برابر باشه با پول بک فرم مورر کارتان، یعنی چه اتفاقی واسه بیفته با این برابر باشه، نتیجه اینه که پول بک هم در در واقع داشتم میگفتم اگه شما پس یک فرم دیفرانسیلی داشته باشید با مقادیر داخل جبرلیتون، جبرلی گروه لی از اون خمینه بیستون که ام باشه و دنبال تاب اولیه بگردید، اگه تاب اولیه داشته باشه، نکته که دیدیم اینه که شما هر فول بکیشو یه تابع هموار داشته باشید و از ام به داخل منیفولدتون و پول بک مورر کارتان رو نسبت به اون محاسبه کنید، میبینید که پول بک مورر کارتان هم یه فرم جی ولیود روی ام و تو معادله ساختاری صدق خواهد کرد. خیلی چیز سخت نیست، صرفا نگاه کنید که اومگا جی دی اف درونشه و برای اومگا جی کلا مثلا به هر وکتور فیلد مثلا لفت اینوریانتی و این خاصیت رو ما داشتیم. پس این اتفاقه قراره که بیفته، یعنی مثلا اگه آلفای شما خودش تو این من اینجا نوشته بودم تو این معادله صدق نکنه، یعنی دی آلفا به علاوه براکت آلفا و آلفا مساوی صفر نشه، خب پرسیدن از اینکه آلفا تابع اولیه داره حرف اشتباهیه، یعنی نداره طبیعتا، چون شرط لازمه براش. و این نکته دیگه ای که داشتم میگفتم این بودش که طبق روال مثل حالتی که شما تو منیفولد ها احتمالاً دیده بودید، اینه که فرمای دیفرانسیلی تو حالت منیفولد این داشتیم که فرمای بسته لوکالی اگزکتن. تو اینجا هم مثلا اینکه هر یک فرمی به صورت لوکالی تابع اولیه داره، یعنی هر یک فرم مقادیر داخل جبرلی جی به صورت لوکال یک تابع اولیه واسش میشه اختصاص داد. و حالا حل این حالا در نهایت باهاتون یه صحبتی میکنم راجبش، الان نمیخوایم. و منظور از اینکه لوکالی جواب داره یعنی که اگه شما یه آلفا داشته باشید که یک فرم با مقادیر داخل جبرلی باشه و به علاوه جبرلی گروه لی جی باشه و به علاوه آلفا تو این معادله ساختاری که این بالا میبینید صدق بکنه، اون وقت به ازای هر نقطه با یو کوچک، یو باز کوچک وجود داره که اف از یو به جی همواره و آلفا تهدیدش به یو، یعنی آلفا رو فقط توی یو بهش نگاه کنید، تابع رو فقط تهدید کنید به قسمت یو، یا دقیق تر اگه بخواید ببینید آلفا رو تهدید کنید به تی یو، این آلفای شما تانژان پاندل روی اون مجموعه باز یو، اون وقت این آلفای شما دقیقه، بخشید آلفای شما تابع اولیه داره، این افی واسش وجود داره که پول بک مورر کارتان تحت اون میشه آلفا تهدیدش به یو. اثباتش رو گفتم بعدا بهش نگاه بندازیم. و حالا بیایم یکم بیشتر نگاه بکنیم به موضوع، ببینیم که در حالت سراسری چی کار باید بکنیم. ما لوکالی فهمیدیم که همواره جواب، یعنی یه قضیه هست که ما میگه لوکالی همیشه میتونید جواب پیدا کنیم. مثلا اینکه چه زمانی من به صورت سرتاسری میتونم جواب پیدا کنم برای
یک فرم دیفرانسیلی با مقادیر داخل جبری. و یه چیزی که مثل همیشه خواهید دید اینه که خب اگه، یعنی باز همین اثباتش ناقصه، ولی چیزی که خواهید دید اینه که مثل حالتی که توی شما توی قضیه حساب دیفرانسیل انتگرال واسه اعداد حقیقی دیده بودید، این بودش که هر دو تا تابع اولیه‌ای که واسه تابعتون میگید در حد یک انتقال با هم فرق دارن، اینجا هم مشابهاً همین قضیه برقراره. یعنی اینکه اگه شما یک فرم دیفرانسیل با مقادیر داخل جبری جی داشته باشید، اگه دو تا تابع اولیه براش پیدا کرده باشید، این دو تا در حد یک ضریب، در حد یک انتقال با هم فرق دارن. توجه کنید که حالا من این سی که حالا در ضرب می‌نویسم چون عمل گروه همو، یعنی جی همو، یعنی که این فقط یه نوتیشن بدم بگم که اونجا جمع می‌بینید نوشتم سی اف یک میشه اف. پس گفتم که اگه دو تا تابع اولیه داشته باشید برای فرم آلفاتون که حالا در خاصیت حالا معادله ساختاری هم صدق میکنه، اون وقت F1 و F2 تابع اولیه باشن، هر دو تاشون در حد یک انتقاد، در حد یک ضرب شدن با یکدیگه فاصله، با هم دیگه فاصله دارن. و حالا اثباتش هم اینم البته خیلی این، یعنی یه سری دیتیل داره، ولی خب من کلیتش رو نوشتم. اونم اینه که خب بیاید تعریف کنید این حاصل ضرب رو تعریف کنید. اینم دوباره یه تابع اسموتیه تو از خمینتون M به داخل گروه لیتون G و پولبک رو حساب کنید روی پولبک فرم مورکارتان تحت این تابع محاسبه کنید. خب در تابع زیرم حالا این تابع H هم دقیق ترش این پایین نوشتم. یعنی شما اگه با این فرضا که بدونید M و قطری بشونید داخل M ضرب در M با F1 ضرب در F2 با F1 F2 باید داخل G ضرب در G، بعد آیدنتیتی رو اینورس بگیرید و دوباره ضرب کنید. نکته نهاییش اینه که چیزی که خواهید دید یعنی که پولبک فرم مورکارتان تحت این تابع H که اون بالا تعریف کرده بودیم میشه یک عبارتی به اسم adjoint F1 که حالا adjoint F1 هم مهم نیست. همه چیزی که ما می‌خوایم استفاده کنیم اینه که این قسمت این دوتا ظاهر میشن، یعنی این پولبک فرم مورکارتان میشه این عبارته که اینجا همیشه صفره، یه چیزی داخل جبرلی و هم یه چیزی که روش اثر میکنه، این مهم نیست. این قسمت همیشه صفره و حالا نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که پس چون اومگای جی اگه بدونید، یعنی اگه با دقت بررسی کنید میبینید که اومگای جی اگه تو از هر تانژانت باندل یه نقطه روی گروه لیتون به داخل جبرلی بهش نگاه کنید، یه دونه آیزومورفیسم خطیه، نتیجه میگیرید که باید مشتق تابع اچتون صفر باشه به داخل گروه لی. خب هم نتیجه اینه که تابع اچتون باید ثابت باشه، یعنی باید F1 و F2 در حد یه ضریب ثابت با هم تفاوت داشته باشن که حالا اینا قسمت دیتیلشه و خیلی مسئله نیست، یعنی الان مهم نیست برامون، ولی نکته اینه که حالا چرا در حد این هم فرق دارن. و اما حالا یه نکته دیگر رو بیاریم نگاه کنیم. ما اگه دیده باشید، یعنی حالا اینم اینه که شما اگه یه خمینه داشته باشید و بیاد یه نقطه دلخواهی مثل R رو روی خمینه‌تون الان فیکس بکنید و فرض کنید آلفاتون هم پولبک فرم مورکارتانه، یعنی آلفاتون یه جواب یک تابع اولیه داره در واقع که پولبکش بشه، یه تابع افی داره که پولبک فرم مورکارتان تحت اون بشه آلفا. بیاید خب یه خم دلخواه در نظر بگیرید روی یه نقطه R رو فیکس کنید روی خمینه‌تون، یه خم دلخواه حالا هموار در نظر بگیرید از 0 و 1 به داخل M که لامدای 0 بشه A و لامدای که حالا مثلا به نقطه X داره میره بشه X. اون وقت اگه نگاه کنید چیزی که می‌بینید که ترکیب F رو با این در نظر بگیرید، یه خم میگیرید شما از 0 و 1 به داخل G و به علاوه چیز جالب‌تری که می‌بینید اینه که تو این حالت F اولاندا اگر که بیایید یک فرم آلفاتون رو تهدید بکنید، یعنی پول بک بکنید تحت این لامدا به روی بازه 0 و 1، چیزی که می‌بینید که این F اولاندا هم یه جور تابع اولیه است با همون تفاصیل، یه جور مشتق داربو تابع اولیه است واسه این آلفا. تهدیدش به لامدا هم بیشتر منظور میگه پول بک آلفا رو تحت این لامدا هم اشتباه شده باشید
گاما، منم میگم لاندا، همون گاما یک اون بالا داری یا لاندا یک اون بالا داری، نمیدونم یکیشون. این اف و لاندا هم در واقع خودش یه جور تابع اولیه، خودش در واقع تابع اولیه است برای فولبک فرم آلفا تحت این خم گاما، تحت تابع گاما. و حالا بیاید یه چیز دیگر رو نگاه کنید. چند تا اینا صرفا مشاهده است نسبت به این ماجراهایی که اگه یک آلفا ما تابع اولیه داشته باشه چه اتفاقاتی مثلا میتونه ازش بیفته. بیاید این دفعه فرض کنید که گامای شما یه خم بسته باشه، یعنی از یعنی اینجا بنویسم از آ شروع بشه داخل منیفولدتون و دوباره بره به آ برگرده. حالا میتونه خودش هم قطع کنه، خیلی مهم نیست این گاما باشه. و خب نکته اینه که یا لاندا اینجا گذاشتم، اگه لاندا باشه نکته اینه که خب سر و ته این خمه به نقطه آ ختم میشه و دقیق‌تر این که اف و لاندا و اف اولاندا نقطه صفر با اف اولاندا نقطه یک با اف آ با هم برابره. حالا پس این خیلی کلی تر بود دیگه. من الان هر خم بسته که گرفتم از نقطه آ شروع میشد، یه خاصیتی رو القا میکردیم بود که اگه این آلفامون تابع اولیه فرم که تجربه مشتق داربوی تابع اولیه یک فرم دیفرانسیل آلفامون بود، یک جور تصویر نقطه انتهاییش رو نگاه میکردم، تصویر نقطه انتهایی این اف لاندا رو تحت اون نگاه میکردم، همیشه یه نقطه ثابت میشه. به ازای هر خم بسته درست بود. دقیق‌تر و خیلی راحت‌تر نتیجه گیری که میکردید این بودش که یه تابعی القا میکنید، فرم تابع اولیه فرم آلفای شما یه همریختی القا میکنه، همریختی بدیهی طبیعتا یه همریختی بدیهی القا میتونه بکنه از گروه بنیادی خمینتون به داخل گروه لیتون، که اونم اینه که چنین کاری انجام میده. هر کلاس هوموتوپی گاما رو میاد میبره به چنین عبارتی که دقیقا هم آیلنتی، چون همیشه ثابته دیگه وقتی خمه با بیس آ شروع کرده، یعنی لوپ های بسته که نقطه ابتدای انتهاییشون به خمینتون نقطه آ بودن، خب همیشه مشخصا یه همریختی بدیهی القا میکنه. خب اینم یه مشاهده دیگه که داشته باشیم نسبت به یک تابع اولیه یک فرم آلفا، یک فرم دیفرانسیل آلفا. اگه یعنی آلفاتون فرم تابع اولیه داشته باشه، خب چنین چیزی رو هم ازش میتونید نتیجه بگیرید. خب حالا میخوایم که یه چیز دیگه رو بررسی کنیم تو این راه، اینه که مثل حالت این دفعه هم مثل حالت حساب دیفرانسیل انتگرال که البته واسه شما خاص‌تر بود، همیشه از آر به آر بود یا حالا شاید آر به آر ام بود و میگفتش که تابعتون تابع اولیه داره. اینجا ما میخوایم بگیم که اگه به هر گروه از یک بازه‌ای از داخل اعداد حقیقی که خودش یک خمینه یک بودی میشه یک فرم دیفرانسیلی داشته باشید با مقادیر داخل جبرلی یک گروه لی، باز هم واسه با همون تعریف، یعنی با همون تعریف با همون تعریف مشتق داربو برای این فرم دیفرانسیل هم یه تابع اولیه وجود داره. و البته اثباتش هم خیلی سخت نیست، با فرض قبول کردن اینکه به صورت لوکال شما میتونید جواب پیدا کنید، تو حالت یک بعدی خیلی راحت میتونید بگید که گلوبالی هم میتونید یک جواب پیدا بکنید. اونم صرفا اینه که جواب‌ها رو از چسبوندن جواب‌های لوکال به هم به دست میارید، که حالا ما این رو صرفا از نوشتم دیگه، یعنی ذکر اینجا آوردم. اونم اینه که خب اگه پس فرض کنیم که آلفا یک فرم جی مقدار دلخواه که در معادله، البته اینجا مهم نیست، ولی فرض کنید در معادله ساختاری صرف میکنه، معادله ساختاری مورد کارتون صرف میکنه و آ رو روی ام یه نقطه دلخواه و ثابت در نظر بگیریم و لاندا رو بگیریم از 0 و 1 به داخل ام، به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0 و 1 به داخل ام به طوری که 0
لاندا صفر باشه اون وقت میگیم یک تابع یکتایی وجود داره از 0 و 1 به داخل جی که اف صفر باشه نقطه آیدنتیتی جی و پولبک فرم مورکارتا نسبت به اف برابر باشه با همین پولبک آلفا نسبت به این هم از باز بکنم باز گاما. اشتباه دادم لاندا. یا من قبلا اینو بالا با خلط ابیوس آف نوتیشن کرده بودم ولی با این نشون داده بودم، ولی خب خیلی درست نیست. اثباتش هم به طور کلی میتونید ببینید که ما به صورت لوکال همواره جواب داریم. قضیه حالا قضیه کارتان معروفه به این حالتی که ما ازش صحبت میکنیم، ما به صورت لوکالی جواب داریم. حالا تنها کاری که باید بکنیم اینه که جواب ها و وصف میدیم که جواب هم آپ تو یک در واقع یک کانستانتی با هم فرق دارن. میتونیم جوابا رو یه کاری کنیم. از این در واقع کاری که میتونیم بکنیم اینه که بذاریم اینجا بنویسم بکشم. من اینجا یه دونه بازه دارم، بازه 0 و 1. اوکی. حالا و یک آلفا دارم روی اینجا، حالا آلفا تهدیدش به گاما بود منظورم، و یک فرم جی ولیو دارم. من میام لوکالی جوابامو اینجا به دست میارم و یعنی میام تو حول هر نقطه اون بازی رو در نظر میگیرم که میگه آلفا تهدیدش به اون باز جواب داره و سعی میکنم، چون حالا دوباره طبق معمول چون این بازه 0 و 1 که شما فشرده است، کاری که میکنم بعدش اینه که میام تعداد متناهی از این بازار رو با هم ور میدارم و سعی میکنم اینا رو توی نقاط مناسب این تابع اولیه‌ای که با هم پیدا کردم با هم بچسبونم با یه انتقال. مثلا فرض کنید من این اسمشو بیاید بازه همون رو اینجا یکم دقیق‌تر بنویسم. مثلا تو اینجا من مثلا جواب F1 رو پیدا کردم، و اینجا یک جواب F2 پیدا کردم، و اینجا یک جواب F3 پیدا کردم، و اینجا یک جواب F4 پیدا کردم. خب حالا کاری که میکنم اینه که F2 که اینجا روی این بازه پیدا کرده بودم و F2 یه تابع بود که حالا اینم باز به داخل جیه، به داخل جیه، به داخل جیه، به داخل جیه، به داخل گروه لیمون هست. خب میام کاری که میکنم که نقطه اولیه F و F2 رو یه جوری انتقال میدم که با نقطه انتهایی F1 تابع F1 یکی بشه. دوباره نقطه ابتدایی F3 یه جوری انتقال میدم توی اون گروه لیمون به طوری که با نقطه انتهایی F2 یکی بشه، و دوباره نقطه ابتدایی F4 یه جوری تکون میدم که با نقطه انتهایی F3 یکی بشه. اینجوری تمام به صورت گلوبال به دست میارم که برای حالت یه بعدی برای بازه یک جواب تابع اولیه سراسری به دست میارم واسه فرم آلفا. و خب حالا اینو که دیدیم، این تعریف رو دیدیم و به این نگاشته که یعنی این تابع F'i که من به دست میارم، اسم حالا این F1 رو چسبوندم با F2 تا F3 تا F4، این تابع F'i که من به دست میارم بهش میگن توسعه خم آلفا نسبت به فرم، مثلا حالا نسبت به فرم آلفا روی بازه 0 و 1 یک چیزی بهش میگن. در توسعه F رو میگن دیولپمنت فرم حالا گاما استار آلفا، گاما آپ استار آلفا روی جی در طول بازه 0 و 1 با شروع از نقطه آیدنتیتی. حالا اسمش میگن توسعه به این نگاشتی که
این تابع اولیه‌ای که به دست آوردیم واسه یه بازه و یک فرمی که روش بود. نکته اینه که خب اینا هم باز مشاهده است. اگه بخواید بدونید اینم اینه که چند تا مشاهده‌ای که حالا اینجا نوشتم اینه که اگه خب گاما 1 و گاما 2 تا خم باشن روی خمینتون، به طوری که انتهای یکی ابتدای اون یکی باشه، و اگه مثلا گاما 1 تیل توسعه گاما 1 با شروع از مثلا نقطه آیدنتیتی و گاما 2 تیل توسعه گاما 2 با شروع از این نقطه انتهایی گاما 1 تیل باشه، اون وقت این گاما 1 تیل چسبوندن گاما 2 تیل دقیقاً بعد از گاما 1 تیل یک توسعه‌ای هست از این چسبوندن خم روی منیفولدتون، چسبوندن خم گاما 1 به خم گاما 2. و نکته بعدی اینه که اگه آلفا شما این دفعه در معادله ساختاری روی خمیتون صرف بکنه، آلفاتون یه فرم جی ولیو بود، در معادله ساختاری صرف بکنه، اون وقت اگه گاما 1 و گاما 2 تا خم هموتوپ باشن داخل خمینتون و با نقاط ابتدایی و انتهایی یکسان، یعنی اینکه این پایین شکلشو کشیدم، اگه ببینید اینه که این نقطه که این دو تا نقطه رو هم نقطه ابتدایی و هم نقطه انتهایی گاما 1 و گاما 2 هستن، و علاوه هموتوپی هم که بینشون هست همیشه نقاط ابتدایی رو ساکن نگه می‌داره. وقت با این تفاسیر اون وقت به ازای هر چین خم هموتوپی هر دو تا از این خم‌های هموتوپ توسعه‌ای که نسبت به این خم‌ها از نقطه آیدنتیتی به دست میارید در داخل، اگه توسعه‌تون رو در داخل گروه لیتون بهش نگاه بکنید و نقطه انتهایی اون خمه رو متناظرش بگیرید، نقاط انتهایی خمتون یکسان خواهد بود. فکر میکنم که از اینم بهتره بگذرم و برم سر قسمت اصلیش، اینه که حالا با این فرضا که نسبت به هموتوپی توسعه خما نقاط انتهایشون تغییر نمیکنه و چند تا خاصیت دیگه که اونم مشابه چیزی که ما برای هومیومورفیسم بودن یک تابع میخوایم، یعنی که حالا من اینجا باز نیاوردمش، میتونیم یه چیزی تعریف کنیم به اسم نگاشت مونودرومی. نگاشت مونودرومی چه نگاشتیه؟ اونم چنین نگاشتیه که شما اگه یه وابسته حالا به یک فرم دیفرانسیلی با مقادیر داخل جبری جی، یه نگاشت مونودرومی یا هومومورفیسم مونودرومی تعریف میشه که اینجوریه که از گروه بنیادین خمینتونه به داخل به گروه لیتون. و خب اینجوری تعریف میشه که شما از خمینتون یه نقطه رو فیکس میکنید مثل آ، پایمان حول اون در این کلاس هموتوپی همه خم‌هایی که سر و تهشون خم‌های بسته که سر و تهشون آ هستن، به داخل جی یه فای آلفا تعریف میکنید که این کلاس هموتوپی رو میاد و میبره به نقطه انتهایی دیولپمنت یکی از خم‌های توی اون کلاس هموتوپی در داخل گروه لیتون. قبلا دیده بودیم که نقطه انتهایی وابسته به کلاس هموتوپی نیست، پس این نگاشته خوش تعریفه. از خواص دیولپمنت میشه راحت دید که این نگاشتی که ما تعریف میکنیم یک نگاشت هومیومورفیسم خواهد بود یا هومومورفیسم بین دو تا گروه خواهد بود. و چیزی که دیده بودیم اینه که اگر که آلفای شما حالا علاوه بر این که در معادله فرض کنید در معادله ساختاری صدق میکرد و از طرف دیگه تابع اولیه هم داشت، نتیجه‌ای که میگرفتیم بود که این هومومورفیسم که قرار بود الغا کنه هومومورفیسم بدیهیه. پس دو تا چیز رو بذاریم کنار هم، یکی اینکه این هومومورفیسم بدیهی میشد در اون حالت، و اینکه در حالتی که در واقع نگاشت مونودرومی بدیهی میشد در حالتی که آلفا تابع اولیه داشت، مشتق دار بود داشت. و یه چند تا نکته دیگه هم هست، اینه که خب مثلا نگاشت مونودرومی در حد رده تزویج تعریف میشه برای آلفا یک تاست که اونم خیلی ساده است، چون که پایوان رو در واقع شما اگه که نقطه بیس پوینت پایوانتون تغییر بدید در حد رده تزویج اون هومومورفیسمتون اونور تصویر گروهتون اونور تغییر
معادله ساختاری صدق می‌کرد، یه تابع اولیه مثل f وجود داره که مشتق داربوی f با مشتق داربوی f مشتق داربوی f برابر میشه به این فرم آلفا. یعنی اینکه این قضیه اساسی حسابان ناآبلی در نهایت میشه اینکه شما یک خمینه داشته باشید به طوری که خمینه‌تون همبند باشه. این همیشه فرض ما هست که خمینه همبنده و فرض کنید که آلفاتون یک فرم باشه. حالا بذارم به داخل جبرلی یک گروه لی. اون وقت f یک تابع اولیه براش وجود داره، یک مشتق داربو براش وجود داره به طوری که آلفا بشه پولبک مورد کارتان نسبت به این، اگر و فقط اگر خود آلفا تو معادله ساختاری صدق کنه و نگاشت مونودرومی بالا راجبش صحبت کردیم یه نگاشت بدیهی باشه به داخل گروه لیت. یه توضیح راجع به ایده اینکه چجوری در حالت موضعی ما مسئله رو حل میکنیم واسه اینجا آوردم پایین که بهتون بگم. فقط اونم اینه که در حالت موضعی اگر نگاه بکنید، وقتی که فرض کنید که یه آلفایی دارید و فرض کنید که به طور موضعی براش یک تابع یک فرم دیفرانسیل آلفا دارید، به صورت موضعی براش یک تابع اولیه مثل یه مشتق داربو اولیه حالا مثل f پیدا کردید، اون وقت ما سعی می‌کنیم بیایم این گراف f رو توی فضای m ضرب در g، یعنی گراف تابع f رو بیاید توی فضای m ضرب در g بهش نگاه کنید، یعنی توی حاصل ضرب این دو تا نگاه کنید که توی شرایطی قرار صدق بکنه این گراف. اونم اینه که بردار مماسا این گراف این تابع رو اگه در نظر بگیرید حداقل به صورت لوکالی، اینه که خب اگه v و w دو تا بردار مماس باشن تو نقطه x و f بزرگ x، البته بهتره با توجه به نوتیشنایی که گذاشتم x و f بزرگ x، این هم باید بکنم f بزرگ اینه که w تون باید خودش مشتق تابع f، یعنی مشتق تابع f تو نقطه x باشه که روی v اثر کرده و نتیجه این که از اینکه اومگای g، یعنی دوباره این عبارت هم باید مساوی با این باشه، اومگای جی اف استار وی مساوی با اومگای جی دبلیو باشه، برای اینکه وی و جی دو تا یه بردار مماس باشه در به روی گراف تابع اف، باید این خاصیت ها برقرار باشه. اینا خودشون حالا این مسئله کلی اونه که خواستم بدونن اینه که یعنی کلیتش رو بدونن اینه که چنین چیزی برای شما، این چنین معادله‌ای که ما اینجا نوشتم میتونه برای شما یه دیستریبیوشن تعریف کنه، یک توزیع تعریف کنه، یک توزیع اینولوتیو تعریف کنه. وقتی توزیع اینولوتیو تعریف کنه یعنی که به صورت لوکالی میتونید به صورت فضای مماس خمینه ببینیدش و حالا وقتی به صورت فضای مماس خمینه میبینیدش از اون میتونید استفاده کنید و به صورت لوکالی تابعتون رو بسازید. کافیه مثلا قسمت دومش رو، مؤلفه دوم این خمینه‌تون رو نگاه کنید، چون هر خمینه خودش به صورت لوکالی به صورت گرافی تابع هم هست. و خب این در حالت لوکال بود. من اینجا فقط تموم کنم فعلا اسونا رو و خیلی ممنون که گوش دادید. راستش من این رو هم قطع کنم اگر که اجازه بدید. اگر ببخشید که اگر تو هم کشیده نمیدونم، خیلی ممنونم که گوش دادید. ببخشید. اوکی استاپ شد. باشه اوکی. من دفعه قبلی هم گفتم میفرستم نفرستادم، ولی باشه این دفعه میفرستم چون آماده است. خواهش میکنم اگر خواهش میکنم سوالی یا صحبت اگر دارید بچه ها بپرسن. کلا هر کس ببخشید صدایی که زیاد اومده. اگرم که نیست که بازم